بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدین. صبح شما بخیر. همکارای عزیز شما خوش آمدین. امروز در ارتباط به سفر اخیری که در آستانه پایتخت کشور قزاقستان داشتیم به منظور اشتراک در جلسه سران حکومت‌های کشورهای عضو و ناظر که افغانستان در این سازمان حیثیت ناظر دارد، به شمول جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و کشور هند و منگولیا ما شرکت کردیم. کنفرانس سازمان همکاری شانگهای اجندای عمده‌اش، مسئله عمده‌اش مسائل امنیتی است، مسائل مبارزه با مواد مخدر است و همکاری‌های اقتصادی و همکاری‌های منطقوی. افغانستان همیشه در جلسه سران در سطح ریاست جمهوری شرکت کرده و این اولین بار بود که در جلسه سران حکومت‌ها به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان ما شرکت کردیم. هیئت همراه ما شامل اعضای شورای وزیران، کمیسیون اقتصادی اولوسی جرگه و مشران جرگه، مسئولینش و مشاورین و همکارای ما در ریاست اجرایه بودند. پیام ما که در بیانیه‌ای که در طی اجلاس داشتیم مطرح شد به صورت خلاص جلب همکاری سازمان همکاری شانگهای در مبارزه جدی با تروریسم و مواد مخدر بود و ضرورت به داشتن یک دیدگاه مشترک و واحد در این رابطه و ضرورت ارتقای توانمندی‌های افغانستان در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و تامین امنیت و ثبات در کشور و جلب همکاری‌های این سازمان و کشورهای عضو این سازمان در انکشاف زیربنا و توسعه زیربنا در سطح کشور ما و بالاخره در سطح منطقه. و لازم به یادآوری است که کشورهای عضو حمایتشان از حکومت وحدت ملی افغانستان و وعده پشتیبانی و همکاری را در عرصه‌هایی که مربوط به اولویات‌های افغانستان میشه در عرصه‌های امنیتی و اقتصادی این وعده را سپردند. جمهوری مردم چین مسئله کمربند اقتصادی رای ابریشم مطرح کردند و برنامه‌های درازمدت یا دیدگاه درازمدتی سازمان از جمله امکان ایجاد یک واحد پولی مشترک. البته این مسائلی که مطرح میشه به حیث دیدگاه مطرح میشه و طی سالها بالایش کار صورت میگیره تا بالاخره به یک اهداف تعیین شده میرسند. و بخش دیگه که کشور جمهوری مردم چین بالای او تاکید داشتن، صدر اعظمشان شرکت کرده بود در این کنفرانس، امنیت غذایی و همکاری‌های بشرخواهانه بود و ایجاد یک سپر دفاعی برای امنیت و ثبات منطقه در برابر تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، بهبودی تسهیلات تجارت و ترانزیت، انرژی و ترانسپورت و در تمام عرصه‌هایی که مربوط به اجندای کنفرانس میشه. ما علاوه بر شرکت در کنفرانس با میزبان این کنفرانس که کشور قزاقستان بود با رئیس جمهورشان ملاقات تعارفی داشتیم در جمع سایر رؤسای حکومت‌ها، با صدر اعظمشان ملاقات داشتیم و همکاری‌های دو جانبه دو کشور مطرح شد و از جمله مسئله یک هیئت بین الحکومتی که بین دو کشور فعال بوده و متاسفانه نسبت به شرایط افغانستان حدود 1.5 سال بوده که جلسه مشترک با هم نداشتن و در گذشته توافقات بسیار خوبی در عرصه‌های همکاری‌های دو جانبه صورت گرفته بوده، اما به خاطر دایر نشدن جلسه مشترک بین دو کشور جنبه عملی پیدا نکرده بوده این توافقات. برای دایر شدن این جلسه هم
که در آستانه صورت میگیره وعده سپردیم و قرار است که صدر اعظم کشور قزاقستان به دعوت جمهوری اسلامی افغانستان به کابل بیاین. یکی از مسائل را که اونا وعده سپردن همکاری در ادامه اعطای بورس‌های تحصیلی برای محصلین افغانی بود. قبلا اینا 1000 بورس تحصیلی را در اختیار دولت افغانستان قرار دادن که متاسفانه افغانستان از این بورس ها استفاده خوب نکرده، به این معنا که تنها از 850 بورس استفاده کردن به موقع و 150 بورسی که برای محصلین بوده ضایع شده. محصلین افغانی در روجه به امرایشان ملاقات داشتیم، تجار افغانی را به امرایشان ملاقات داشتیم. در این زمان با رئیس مجلس کشور قزاقستان آقای زکوپوف با اونا ملاقات داشتیم که اونا هم در تبادله هیئت‌های پارلمانی و سایر همکاری‌هایی که پارلمان با پارلمان میتونه صحبت داشتن. با آقای لی کینگ صدر اعظم چین ملاقات داشتیم. صدر اعظم جمهوری مردم چین از ادامه همکاری‌هایشان، شما میدانید که در جریان سفر جناب رئیس جمهور محمد اشرف غنی به جمهوری مردم چین اونا وعده کمک کردند که 2 میلیارد RMB که پول رایجشان است و همچنان قراربری بود که هیئت تکنیکی اونا، هیئت کاریشان بیاین و با طرف افغانستان مذاکره کنند در مورد برنامه هایی که با استفاده از این کمک ها صورت گرفته میتونه، پیش برده شده میتونه. قرار است که هیئت اونا در روزها و هفته های آینده به افغانستان بیاین و با طرف افغانستان در مورد پیشبرد آنچه که موافقه شده بود در جریان سفر رئیس جمهور و جمهوری مردم چین کار صورت بگیره. اینا وعده سپردن و امسال هم که 60مین سال برقراری روابط با جمهوری مردم چین است، قرار است که برنامه‌های مختلف در سطح مردم، برنامه‌های کلتوری، تبادل هیئت‌ها و بالاخره نمایشگاه‌ها در دو کشور دایر شود. با آقای مدویدوف صدر اعظم فدراسیون روسیه ملاقات داشتیم که اونا هم اطمینان دادن که مناسباتشان با افغانستان مناسبات دوستانه ادامه پیدا خواهد کرد و در عرصه‌هایی که در گذشته وعده همکاری سپردن آماده همکاری هستند و قرار است که هیئت دو طرفه بازم که هیئت اونا کسی را در رأس تیم کاری خود موظف ساختن، از طرف افغانستان هم بعد از تشکیل کابینه کسی در رأس هیئت کاری معرفی شود تا زمینه‌های ادامه همکاری را مطالعه کنند. با آقای رسولزاده صدر اعظم تاجیکستان دیدار داشتیم. اونا در زمستانی که در پیش رو داریم 70 الی 80 مگاوات برق اضافی را به افغانستان وعده سپردن که کارش هم آغاز شده، اما از ادامهش در طول فصل زمستان اطمینان دادن. در مسئله کاسه 1000 هم که یک پروژه مهم منطقوی است که از قزاقستان و تاجیکستان و از مسیر افغانستان به افغانستان برق میرسه و به کشور پاکستان که در جریان کنفرانس لندن در این رابطه صورت گرفته بود، در این رابطه هم در مورد عرصه‌های مختلفی صحبت شد و در مورد بهبود روابط تجارتی. کشور قرقیزستان با صدر اعظمشان دیدار داشتیم و دیدار اونها هم که از کشورهای هستند که علاقه‌مندی دارن به همکاری با افغانستان و در حقیقت برنامه‌های بزرگی برای پیوست شدن منطقه از لحاظ تجارت، ترانزیت، انرژی و تبادل مواد و کالاها و بالاخره سرمایه گذاری در سطح منطقه در جریان است. با تشکیل حکومت وحدت ملی و شرایط بهتر امروز کشورها امیدوار شدن به اینکه افغانستان نقش تاریخی خود و نقش اساسی خود به حیث یک پل در بین منطقه این زمینه و فرصت برابر شده که ادا کنند.
با معاون صدراعظم کشور ازبکستان که رئیس هیئتشان بود ملاقات داشتیم در جریان کنفرانس که اوجه هم مسائل روابط دو جانبه، مسائل تسهیلات تجارت و همکاری ها مورد بحث قرار گرفت. همچنان از کشورهای ناظر از جمهوری هند، از کشور هندوستان و از جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان هیئت‌هایشان بودند که با اونا هم در حاشیه کنفرانس ملاقات ها داشتیم. به صورت کل کشورهای شامل سازمان همکاری‌های شانگهای هستند یک بخش دیگی از دیدگاه افغانستان از لحاظ توسعه اقتصادی دید ما به طرف این کشورها هم هست. همچنان از لحاظ جلب همکاری‌هایشان برای امنیت و برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر. اگر یک مثال یکی از پروژه هایشان بگوییم که پروژه تکمیل شده، باز مسئله برای هموطنان ما بیشتر واضح میشه که چقدر اهمیت داره روابط ما با کشورهایی که در سازمان عضو هستند. خط آهن از کشور قزاقستان از طریق ترکمنستان به جمهوری اسلامی ایران وصل شده و اگر افغانستان قادر شود که جزء برنامه‌های افغانستان هم هست که خط آهن از هرات به اسلام قلعه وصل کنه و که او میتونه به شبکه داخلی خط آهن جمهوری اسلامی ایران وصل شود، ما میتونیم به این حوزه بزرگ اقتصادی راه پیدا کنیم و همچنان به طرف خلیج فارس. شما میدانید که دیدگاه اساسی حکومت وحدت ملی را در ارتباط به توسعه اقتصادی، اگر از یک طرف فقر زدایی، مبارزه با بیکاری، رفع بیکاری تشکیل میده، برای توسعه اقتصادی وصل شدن منطقه و وصل شدن افغانستان به منطقه و افغانستان به حیث یک نقطه وصل تبارز کردن، اینها نه تنها تاثیرات بالای اقتصاد افغانستان و منطقه داره، بلکه در تامین امنیت و ثبات در این منطقه تاثیر بسزا خواهد داشت. این بود مسائل به ارتباط سفر ما به قزاقستان.